از فلفل بهش میگم پول بیبر استفاده میکنم، ولی خب اول بعد از سبزی یکم بهش نمک میزنم. به بادمجونام نمک زده بودم، یکم نمک میزنم. یکم از این فلفلی که فلفل ترکیه بهش میگم پول بیبر بهش اضافه میکنم. البته این فلفل دست خودتون عیارش کم کم هم بزنید ببینید چطور. یکم از سیاه دانه بهش اضافه میکنم و یکم هم نعناع خشک بهش اضافه میکنم برای عطر خوش. حالا هم میزنم مواد به خورده هم برن. من یه مقدار زردچوبه هم میزنم، خیلی کم نمیخوام که طعم زردچوبه بده. یه کوچولو زردچوبه بهش اضافه کردم. یکم هم دوباره بهش سبزی که خوش شده بود اضافه کردم، دوباره هم میزنم و بعدا سرکه رو بهش اضافه میکنم کم کم که به خورده مواد رو ببینم چطوره. الان یک لیوان بهش سرکه سفید اضافه میکنم، هم میزنم. این قسمت سرکه بعد کم کم اضافه بشه و هم بزنیم و نمک و سرکه رو خودتون با چشم ببینید چطوریه. و اینکه نمک رو زیاد نزنید چون که الان 2 روز که توی یخچال بمونه میتونید دوباره حالا طعمش رو به چشم ببینید.